اتاق سوال میکنن چرا استاد شما در این باره گپ نمیزنید؟ من گفتم تا فرخنده کشته شو واسه تو در تلویزیون بخوای. تو خو رقاصه تربیت میکنی، تو خو سازندار میاری، تو خو فیلمار میاری، تو خو خنده بازار و لوت بازار داری، چینل یک بود، تو خو شبخند و لبخند داری. کدام روز آمدی برای من گفته که بیا استاد امینجا مفت بیا پیسه هم نمیتیمد، 1.5 ساعت برات برنامه میتیم، تو 1.5 ساعت خب برای من برنامه میتیم تا چه وقت خون ما بریزه باز تو بخیزی دفاتی های ما را خبر کنی. دفاتی های خود ما سر خود ما فاتی های بدعتی بگیری. تا بکی بمریم با سر مرده ما شما تجارت بکنیم. مرا وقت دادی که ما گپ نزدیم و یک جمعه از شهادت از این دختر شد. لا اله الا الله. برای بیدین، برای کمونیست، برای مرتد، برای یهودی، برای نصرانی و دشمن اسلام، به هر کس وقت میتی. یک روز برای من یک زنگ نامد که استاد تو بیاد این باری این فرخنده خدا می تلویزیون یک 5 دقیقه گپ بزن. که از همراهان سست عناصر دلم گرفت. خدا دل ما میکفه برادر عزیز. اللهم اشکو الیک یا رب العالمین. عزیز مردم افغانستان برای تو شکایت میکنه که ما چی بکنیم؟ دختر ما را میکشن، اولاد ما را شهید میکنن، زن با حجاب ما را به حجاب میسازن، لنگی ما را در پرداری میپردون، سر ریش ما خنده میکنن، سر دست ما سر قرآن حدیث ما توبت میکنن. امروز در امریکا و اروپا دشمنان اسلام قرآن در میتن و بازا میاد ما را تاب میکنن. یا رب العالمین و تو شکایت میکنیم. یا رب العالمین. 20 سال از دل ما کفید. اگر میگیم شوجبگی نیست میگه وهابیست. اگر حدیث رسول الله میخوانیم که رسول الله براتان گفته او مردم به مرده‌دار تو نان ببر، نان مرده‌دار را نخو، میگه وهابیست. استاد دایی یا الله ما چی بکنیم؟ پیغمبر تا گفتن ساحر است، پیغمبر تا گفتن مجنون است، ما را میگن تروریست هستی، ما را میگن اکستریمیست هستی، ما را میگن تو بنیادگرا هستی، ما را میگن تو وهابیستی. به کی شکایت میکنیم یا رب العالمین؟ به تو شکایت میکنیم. به گپ ما نمیمانه کو تلویزیون اسلامی که ما دو گپ بزنیم یا رب العالمین. مولوی متوکل در 40 مسجد رفت که درس تفسیر بده، در مسجد نمیمانش که درس تفسیر قرآن بده. دکتر عبدالباری متخصص دکترا در حدیث داره، دکتر صاحب دیگه که در تفسیر عبدالقدوس راجی در تفسیر تخصص داره، حلقه حدیث جور کردن در پالی هتل انصاف، از اونجا کشیدنشانه یک مسجد خرداره کرد. به درس تفسیر نمیمانید، به درس حدیث نمیمانید، در مسجد نمیمانید. در یک مسجد رفتم 1-2 ماه نماز جمعه میدادم، گفتن این ملا در سیاست گپ میزنه. لا اله الا الله چی معنای الله؟ کسی است که ذاتش عبادت پیشه و قانونش تطبیق پیشه. تطبیق قانون سیاست است. کلمه ما میگه که تو باید در سیاست گپ بزنی، میگه تو به خاطر که ملا در سیاست گپ میزنی باید در مسجد نباشه. من 20 سال در کشور کابل هستم، در مسجد امامت کردن نمیتونم. چرا؟ به خاطر میگه تو باید تعویضگر تایید کنی، تو باید جادوگر تایید کنی، تو باید سر مردم خاک قبرها را بخورانی، تو باید مردم بگویی به قبر سجده کن. اون وقت باز تو را ما تایید میکنیم. خیلی چی کنیم دیگه؟ درس هم خواندیم، والله بلا شب روز ما در خواندن اسلام هست. یا الله تو شاهد هستی که ما 24 ساعت از قرآن از سنت از این میخوانیم. خیلی دیگه چی بکنیم؟
هم میکشن ما را، هم چهار دختر ما را با حجاب به حجاب میسازن، هم ما را از دیر بالا پایین میبردن، هم پس خود ما را متهم میکنن و سر ما تهمت میکنن و هم ما را به گد زدن نمیمونن. کی ما را به گپ مانده که ما گپ نزدیم؟